واقعا دیگه بهش باور دارم که همونقدر که خدا به مرد عضله داده به زن زبون داده و مرد از عضله‌اش استفاده میکنه و باید هم یاد بگیره که کنترلش بکنه. یعنی مردی که مثلا دست به زن داشته باشه اصلا قابل قبول نیست و زن هم باید یاد بگیره که زبونشو کنترل بکنه. زنی که نتونه توی عصبانیت زبونشو کنترل بکنه قطعاً زن خوبی نیست، به هیچ وجه قابل تحمل نیست. همونطور که مردی که تو عصبانیت نمیتونه دستشو کنترل بکنه و خانم‌ها بیشتر زبونشون کار میکنه. اگه با تو چپ بیفتن شروع میکنن رگباری تخریبت میکنن. اون دیدگاه‌های متفاوت رو داشته باش، از طرف یک زن هم به قضیه نگاه بکن، بعد متوجه میشه که یه سری رفتارها منطقیه، در آخر آدم رو اذیت نمیکنه دیگه. اون منطقی هاش آدم رو اذیت نمیکنه و اونایی که زننده است مثل همون عدم کنترل زبان خب آدم اونا رو فیلتر قرار میده. پس برای وارد رابطه‌ای شدی دیدی طرف عصبانی شد و وقتی عصبانی شد سر تا پاتو شست، تخریبت کرد، هزار یه توهین بهت کرد، میفهمی که اوکی این مثل این میمونه که من الان 4 تا کشیده زدم تو گوشش. همونطور که کار من اشتباهه، کسی منو قبول نمیکنه تو این دور زمونه به عنوان یک مرد مناسب، کار اینم اشتباهه، پس منم قبولش نمیکنم.